السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به برنامه وزارت امور داخله در 7 روز گذشته خوش آمدید. الحاج مولوی عبدالقیوم هلال به حیث قماندان امنیه ولایت میدان وردک معرفی گردید. محفلی که به همین مناسبت با حضور داشت هیئت از وزارت امور داخله و مسئولین و منصوبین آن ولایت برگزار گردیده بود، قماندان جدید آن ولایت معرفی و آغاز به کار کرد. الحاج مولوی نجیب الله رفیع به حیث والی جدید ولایت دایکنی رسما معرفی گردید. محفلی که به همین مناسبت در مقام ولایت دایکنی برگزار گردیده بود، الحاج مولوی عبدالحق مخدوم معین پالیسی وزارت امور داخله، مولوی محمد قسیم ابو یوسف نماینده معاونت اول وزارت داخله، حاجی امین الله عبید والی پیشین، مسئولین ادارات ملکی و نظامی این ولایت، علما، مجاهدین و مسئولین رسانه ها حضور داشتند. الحاج مولوی عبدالله مختار معینی تأمیناتی وزارت امور داخله با الحاج مولا عبدالظاهر مدثر قماندان امنیه ولایت بلخ در دفتر کارش دیدار نمود. در این دیدار قماندان امنیه ولایت بلخ مشکلات امور تأمیناتی آن ولایت را با معین امور تأمیناتی در میان گذاشته و روی موضوعات مهم دیگر نیز بحث و تبادل نظر نمودند. سرپرست وزارت امور داخله با رضا اتنبای و نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد دیدار کرد. در این دیدار سرپرست وزارت امور داخله الحاج خلیفه سراج الدین حقانی از همکاری‌های جامعه جهانی در زمینه‌های مبارزه با مواد مخدر، درمان معتادین و کمک به مهاجرین افغانستان نیز ابراز امتنان نمودند. الحاج مولوی عبدالله مختار معین امور تأمیناتی وزارت امور داخله با شیخ عبدالرحیم رحیمی معاون نظارت اداره تدارکات ملی دیدار و گفتگو کرد. این نشست در دفتر معین تأمیناتی وزارت امور داخله جهت نظارت و بررسی مراحل پروژه های تدارکاتی و معرفی هیئت نظارت در ریاست تدارکات وزارت برگزار گردید. سرپرست وزارت امور داخله با هیئت بلندپایه علمای جهان اسلام که به کابل آمده دیدار نمود. سرپرست وزارت امور داخله ضمن خوش آمدگویی به هیئت متذکره سفر آنها را نقطه خوبی وصل با جهان اسلام بیان کرد. آقای خلیفه صاحب ضمن اتحاف دعا به شهدای فلسطین گفت که در نتیجه مقاومت فلسطینی ها خاک آن کشور از چنگال اشغال آزاد خواهد شد. تغییر رنگ تاکسی از رنگ زرد و سفید به رنگ فیروزه‌ای روشن و سفید از سوی ریاست عمومی پلیس ترافیک وزارت امور داخله افتتاح گردید و تعداد تاکسی‌های رنگ شده به شهر کابل آغاز به فعالیت کرد. این بود دستاوردهای این هفته وزارت امور داخله. تا برنامه بعد شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.